خب پسر حرکت کن. اصلا عجله نکن، امتحان که نیست، از اول حول که نشه. باریکلا بزن یک حرکت کن. احسن. همینطور که دنده یک داری میری عقب مستقیم بیا برو تو چون من. کجا داری میری؟ استرس گرفتم آقا. گفتم مثل من آروم باش قشنگ یاد بگیری. راهنما بزن برو چپ. بفرما. این بر فال کنه راهنما. نرو راست برو چپ. ای بر نرو پای بر برو. بابا ماشین روشن چرا استارت میزنی؟ آقا من تمام وجودم استرس گرفته تا خودم. گفتم مثل من آروم باش قشنگ یاد بگیری. یعنی اگه قصه داشتم که تو گور بابا میریدم. جناب لطفا مواظب پسر ما باشین رانندگی. نگران نباشید از کلاش ترمزم لای پای خودمه. مرد حسابی هرچی بابا بیا پایین خیلی اوضاع ارشیا هیچ جا نمیام. آقا بیا ولش کن بچه‌ها مرد حسابی نخواستم اصلا. آقا من بابام گفته ماشین اتومات میخواد برامون بخره. اگه میشه لطفا به ما اتومات یاد بده. این ماشین بره که بشه اتومات باید دنده رو بخوری کلاچ برینی. وگرنه ماشین چجوری بخواد اتومات بشه؟ لطفا اگه میشه پول ما رو پس بدیم بریم یه دیگه سفر کنیم. قصد نداشتم. اما تو بیشی من این دنده رو خودم قیب میکنم. ممنون میشم. جوون همینجا بزن کنار دوبلی بزن. چشم. بجو. بفرمایید جناب برای شما هم گرفتم. این دوبله خونه آدمت. این تو فالت هم اومده خورده نزدیک جدول وایسادی. خیلی فتالی. نه بی خودم من اسمم مسلمه. وای بابا ساخت دست اینا دیگه. جناب مطمئن اگه دستتو برداری من رانندگی یاد نمیگیرم. بچه تو چه میفهمی؟ برو توی کوچه خلوتی نزنم به یکی. میگم این ماشین 3 تا پدال داره من 2 تا پا دارم چجور ترمز بگیرم؟ بارا خدا رو شکر خیلی از 3 تا پا دارن اونا دیگه هیچ ترمز نمیگیرن. بچه بکنش 1 حالا بکن 2 حالا بکن 3 بکشه 4 بکن خونه دمت استثنا. یعنی پارت میکردم این نبوده قسمت سفر کم چه باین. سلام داداش. با برادران برود هر جا شما ما را دیدید بزنید بر شما مبارک. هر جا ما را دیدید بزنید بر ما مبارک. برای که جیب مبارک باشه بزن چرا دارن ایس میدن بابا دارن تیر میدن سب بدار. بابا نترس تو گروگانی دستتو بگیر بالا. بابا من به جای دست پامم میگیرم بالا تو فقط وایسا. بابا تو چرا اینقدر سوسولی؟ تو را باید ببرم پیشین. بابا ولف جون خودت بشین.